بزنین بریم. بیا احمد جان. در سنه 05/08/2014 سال تقریبا ساعت 11:00 راننده اتومبیل تمغه لکسوس رقم دولتی 8100 ولود ر 01 شخصیتش نامعلوم هنگام حرکت با خیابان رودکی از طرف کوچه محمدلو خلو به سمت کوچه لوق شیرالی در رو بروی بینای شعبه کارهای داخلی نوعی اسماعیل سامانی پیادهگر نظر عمرجان زیادلویش 1993 سال تولد ساکن شهر چمه کوچه ورزاب کسی پون خونه 6 دانشگاه ملی تاجیکستان بخش 4 فاکولته اقتصاد و اداره روزده از پای مفتوند و از جای حادثه به سمت معلوم غیب میزند. پیادهگر جراحت جسمانی برداشتند در بیمارخانه رقم 3 بستری میگردد. پس از اندیشیدن چراغ فوری جستجویی اتومبیل لکسوس رقم دولتی 8100 ولودیا رای و 01 در نزد بینای استقامتی ماولون 12 به صاحب دریافت کرده شد. راننده سال 1997 سال تولد ساکن شهر چنبه کوچه بختر 65 دروب 2 اتاق 18 خواننده صنف 11 مکتب میانه بین المللی شهر چنبه پس از 3 ساعت به بدیه حاضر شد و این شونین راننده با خود حجت رانندگی نداشت. پدر راننده عزیز و قمردین از گوسخانه‌های راننده بیکار است، یکوجی کار نمی‌کند. کلتادو که ماشینشون کلتادو دارن. ماشین بوشوی بود؟ با چی نمی‌دونم. هر کدوم برای چه ماشینی داره کدی به وجود رانندگی یک نومودی خواننده سی 11 میشه شما